درود سلام ما نصورتان باد مادران و بانوان عزیز حاضرین گرامی باعث افتخار و فرحمندی است که در زمان صاحب استقلالی کشور با دستگیری حکومت جمهوری بواسطه زیر سیاست خردمندانه و فرهنگ‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنرهای قدیمی ملت تاجیک از نو احیا گردیده در حال رشد قرار دارد. حاضرین گرامی باید قید نماییم که با مقصد معرفی و احیای لباس قدیمی ملت تاجیک امروز در سراسر ولایت ختلان فستیوال آزمون لباس ملی آثار تمدن جهان با مرام ادامه دارد و باعث افتخار است که امروز زنان و مادران ناحیه بلجوان فستیوال مذکور را در یک فضای آرام و آسایشته با یک روحیه بلند سالم و سازنده و افتخار از وطن و وطنداری تجلیل نموده ایستاده‌اند. حاضرین گرامی سخن را با کمال احترام با معاون رئیس ناحیه بلجوان محترم حق‌نظرزاده بلخی امیدی مرحبا. لباس ملی در تاجیکستان قسمی مهمی میراث فرهنگی میباشد که تاریخ و عنعنه‌های مردم تاجیک را انعکاس میکند. لباس عنعنوی تاجیکی برای زیبایی، راحتی و عملی بودنش معروف است. هر یک عنصر آن معنای رمزی و علاقه‌مند به عادت‌های قدیمی دارد. چکن یکی از عنصرهای بیشتر شناخته شده لباس مردان و زنان در تاجیکستان میباشد. این لباس دراز با گلدوزی که عادتاً با دست انجام داده می شود معروف است. گلدوزی در چکن تنها آرایش نیست، آن برکت و سلامتی را رمز می کند. چکن‌های زنانه عادتاً با نقش‌های بیشتر روشن و مرکب آرا داده می شوند. اطلس و ادرس متاهای معمولی استفاده شده برای دوزندگی لباس‌های ملی می باشند. این متاهای ابریشمی با نقش‌های گلدار نه تنها زیبا بلکه برای پوشیدن در اقلیم گرم تاجیکستان موافقند. آنها برای لباس ایدانه استفاده بوده می شوند، هم برای مدل مردانه و هم زنانه موافقند. لباس ملی ما نشان از فرهنگ ماست. پس بیایید فرهنگ ملی خود را که از گذشتگان به ما میراث مانده است پاک و بی‌آلایش برای نسل آینده خود باقی گذاریم. تشکر زیاد. حاضرین گرامی سخن را با کمال احترام با رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه بلجوان محترم ظاهرزاده معرفت می‌کنم. حاضرین گرامی، مادران، خواهران، گلدختران زیبای بلجوان، بینید که در پیام ارائه گردیده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به ما مادران و بانوان چقدر سخنهای نیک گفتند و بعدا واخوریه که با خادمان دین نهمی مرتی سال جاری برگزار گردید و در آنجا قید نمودند که مادران ما همه وقت کوشش نمایند که نسبت صاحب هنر، صاحب کسب گرداندن دختران خود همه وقت اهمیت جدی دهند. امروزها در سرتاسر ولایت ختلان فستیوال آزمون تحت لباس ملی آثار تمدن ملی گذشته ایستاده است و طبق جدول تصدیق نموده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان امروز در ناحیه زیبا منظر بلجوان چنین فستیوال برگزار گشته ایستاده است. بینید که ناحیه بلجوان خود اگر دیار زیبا منظر باشد امروز مادران، خواهران و گلدختران زیبای بلجوان یک بار دیگر توانستند که به شک و شبهه در گرد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سرجم شده
طبق آن دستور و سفارش‌ها بهر ببر کردن لباس ملی خود نشان دادند که ناحیه بلجوان را بار دیگر شعله افشان کردند. از نام اعضایان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه بلجوان همه شما را تبریک و تهنیت گفتم. به شما پیش از همه سلامتی، عمر دراز، خوشی‌های زندگی و این چون همین لحظه و همین ساعت چنین زیبایی ها را تمنا دارم. سربلند و خانه آباد باشید همدیاران عزیز و دختران بلجوانی. تشکر جناب محترم رئیس حاضرین گرامی.
مادران و بانوان عزیز، حاضرین گرامی، با همین برنامه فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه تحت عنوان لباس ملی سیمای ملت است به انجام رسید. در آخر به همه شما پیش از همه سیربندی کامل یک آینه و روزگار خوش و با سعادت را تمنا می‌نماییم. باقی تنسیت و کامیاب و سربلند و موفق باشید. خوش آمدید.